پیش از خواب، حتی اگر بسیار مشغول یا خسته هستید، حتما این دو تمرین ساده را انجام دهید و جوانی خود را حداقل 20 سال دیگر افزایش دهید. چینی‌های مسن این مجموعه را هر شب انجام می‌دهند تا در سن 100 سالگی سلامتی و تحرک خود را حفظ کنند. این کار فقط چند دقیقه طول می‌کشد، اما نتایج فراتر از انتظار خواهد بود. لطفاً لایک کنید و برای اینکه گم نشود ذخیره کنید. اولین تمرین حکیمانه احیای زندگی برای بازیابی مغز، قلب و عروق. فشار خون و قند خون به سرعت به حالت عادی باز می‌گردند. گردن، شانه‌ها و کمر از شما تشکر خواهند کرد. مرحله دوم. ابتدا اسکات معمولی را انجام می‌دهیم. سپس بلند می‌شویم و دایره بزرگی از زندگی را با دستانمان ترسیم می‌کنیم. این ساده‌ترین تمرین شفادهنده شخصی شماست که بسیاری از بیماری‌های مزمن را به صورت رایگان پیشگیری می‌کند. مریدیان‌های کل بدن باز خواهند شد. بدن مکانیزم‌های طبیعی بازیابی سلامتی را راه‌اندازی خواهد کرد. خواب شما واقعاً عمیق و شفابخش خواهد شد بدون بیداری‌های شبانه.